سلام علیکم. حال شما چطوره؟ احوال شما چطوره؟ خبر خوب؟ من پایم رسید پای این دوربینه، به خاطر همین الان من این همه زیباتر الان مشخصمونم. عروسک که هست تقصیر من نیست. من صبح شما بخیر قربونتون برم الهی. مرسی. شعر صبحگاهی براتون دارم، اینم شعر طنزه که خوش اخلاق بشین. بس دست یه مقدار کمی به برنامه‌ای که ما صحبت کردیم دربارش، در مسائلی که تو برنامه امروز یعنی دیشب دربارش صحبت کردیم. یه مقدار میگوید: پدری با پسری گفت به قهر که تو آدم نشوی جان پسر. حیف از آن عمر که ای بی سر و پا در پی تربیتت کردم سر. دل فرزند از این حرف شکست، بی خبر از پدرش کرد سفر. رنج بسیار کشید و پس از آن زندگی گشت به کامش و شکر. عاقبت شوکت والایی یافت، حاکم شهر شد و صاحب زر. چند روزی بگذشت و پس از آن امر فرمود به احضار پدر. پدرش آمده از راه دراز، نزد حاکم شد و بشناخت پسر. پسر از غایت خودخواهی و کبر نظر افکند به سراپای پدر. گفتی که تو آدم نشوی، تو کنون حشمت و جاه هم بنگر. پیر خندید و سرش داد تکان، گفت این نکته برون شد از در. من نگفتم که تو حاکم نشوی، گفتم آدم نشوی جان پسر. مال جامی بودیم، نکنیم دیگه آقا جان پسر. به هر حال یه سری مهارت‌های زندگی هست که آدم یاد بگیرید. مواظب خودتون باشین. ببینید من اینم داره میرقصه، حالا من چجوری شما رو ببندم نمیدونم. بردارم از اینجا.